خب سلام بچه ها، وقت بخیر. صدای منو دارید شما؟ بله بسیار عالی. خب من سفرم باهاتون شیر کردم. خب عرض کنم خدمتتون که خب ما دفعه پیش در مورد یه مقدار در مورد نقاط تکین منظم صحبت کردیم دیگه بچه ها. ریگیولار سینگولار پوینت. خب عرض کنم به خدمتتون که خب شما بیاید این معادله رو در نظر بگیرید. ly مساویه با x2 y زگند به اضافه x در x پی x y پریم به اضافه x2 در q x در y مساوی 0 و فرضم کنید که x پی x مساوی هستش با سیگما p n x n n از 0 تا بی نهایت و x2 q x هم مساوی هستش با q n x n n از 0 تا بی نهایت. فقط اینجا بچه یه نکته ای رو توجه کنید. ببینید الان مثلا ما که می نویسیم x پی x مساوی این، یعنی فی‌الواقع این میشه p0 به اضافه p1x به اضافه p2x2. درست شد؟ و اگر شما بیاد یه دونه x تقسیم کنید، p(x) شما میشه چی؟ میشه p0 تقسیم بر x به اضافه p1 به اضافه p2x. متوجه هستید؟ یعنی میخوام بگم که اینطوری نیستش که بگید خب ما یه دونه x2 رو فاکتور میگیریم و پاک میکنیم میره کنار. نکته این هستش که p(x) شما توی نقطه x مساوی 0 در اصل میاد مخرج p(x) رو چیکار میکنه بچه ها؟ 0 میکنه. پس یعنی حواستون به این باشه، ما این ساده سازی رو انجام نمیدیم فعلا. متوجه هستین چی میگم؟ خب عرض کنم به حضورتون که و این دوتا سری هم چه ویژگی دارن؟ این دوتا سری هم این ویژگی رو دارن که هر دو عرض کنم به حضورتون که همگران در مثلا این فاصله قد مطلقی است کمتر از رو، که حالا رو هم یه عدد مثبت هستش و اینا هم در از حول x مساوی 0 نوشته شدن دیگه. درسته؟ ببینید بچه‌ها، یعنی در واقع x پی x شما وقتی که شما x رو به سمت 0 میل میدین، خب حدش میشه مساوی p0. متوجه هستین چی میگم؟ این به این صورت هستش. یا مثلا اون یکی هم همینطور دیگه، یعنی x2 در q(x) هم حد x به سمت 0 میل میکنه مساوی چی میشه؟ مساوی q0 میشه. یعنی اینها در اصل همه بیاناتی هستن برای اینکه براتون باز تکرار کنم که این نقطه x مساوی 0 یک نقطه تکین هستش و در ضمن نقطه چی هستش؟ منظم هستش دیگه. خب ریگولار منظم ترجمه میشه بچه‌ها. شما حالا کتاب فارسیشو اگر دیدید، من دارم میگم نقطه تکین منظم. درست دارم ترجمه میکنم فارسیشو؟ استاد ببخشید، خودتون هم جلسات قبلی نقاط تاکید منظم گفته بودین دیگه و درست نه هم نه، بودین از همون ابتدا. ملاک خودم قابل قبول نیست. من میخوام ببینم تو کتاب مثلا فرض کن دکتر عالمزاده چجوری ترجمه کرده از اون من لحاظ. توی سورس بویسی که دارم فکر نمی‌کنم ترجمه دکتر عالم داده باشه، ولی بله همون ترجمه محمد رضا سلطانپور و بیژن شمسه و این دقیقا همون نوشته. فکر می‌کنم بله بله این بله نوشته. بله، دکتر شمس هم زیاد کتاب ترجمه میکنه. بله اوکی، خیلی ممنون. خب پس این از این. بعد حالا اینجا منتظم، هم منتظم میگن هم منظم میگن. آره مثلا ما توی مبحث دیگه از ریاضیات هم یه سری تعاریفی داریم ریگولار. بعضی اساتید منتظم هم ترجمه میکنن، بعضی منظم هم ترجمه میکنن. اوکی خیلی ممنون. خب عرض کنم که الان بچه ها این معادله اولر رو در نظر بگیرید که مثلا به این صورت x2 y زگون به اضافه p0 x y پریم به اضافه q0 y مساوی 0. خب ما کاری که میکنیم این هستش که
مثلا دنبال برای این معادله اولر عرض کنم به خدمتتون که فی‌الواقع یه حالتی از همون معادله بالا هستش دیگه، درسته؟ یه حالت خاصی هست بهش معادله اولر میگن. ما دنبال یه بازتون هم فرض کنید که x مثبت باشه. خب ما دنبال یه جواب ایگرگی هستیم که این جواب به صورت فی آر و x هستش و به این صورت هم هستش که x آر آن xn n از 0 تا بی نهایت، که اینم باز میتونیم به این صورت باز نویسیش کنیم آن x به توان آر به اضافه n n از 0 تا بی نهایت، که چیه؟ که آ صفر مخالف صفر هستش دیگه، درسته؟ آ صفر مخالف صفر. خب الان ایگرگ پریم به چه صورت میشه؟ ایگرگ پریم میشه به صورت آر به اضافه n آن x آر به اضافه n منهای 1 آر ببخشید n تون بله از 0 تا بی نهایت میره. ایگرگ زگان به چه صورت میشه؟ n از 0 تا بی نهایت آر به اضافه n آر به اضافه n منهای 1 این هم آن x آر به اضافه n منهای 2 دیگه، درسته؟ مشتق بگیرید جمله به جمله مشتق گرفته میشه از سری دیگه. خب به این صورت میشن که حالا اگر شما بچه اینا رو بیایید این دوتا رابطه رو و البته خود ایگرگ رو که ما به این صورت داریم، یعنی در اصل این سه تا رابطه رو اینایی که دورش خط میکشم، اگر اینا رو بیایید توی این رابطه جایگزین بکنید، اتفاقی که میفته اینه که بالاخره ضریب xn یه ذرش از جمله اول یعنی x و y زگون پدید میاد، یه ذرش از جمله دوم یعنی p صفر x y پریم پدید میاد، یه ذرش هم از جمله سوم یعنی q صفر y پدید میاد. بعد شما xn رو که اگر فاکتور بگیرید اون ضرایب مربوط به اون سه جمله رو با هم جمع کنید مساوی صفر قرار میدید و این نتیجه میشه که باید تک تک اون ضریب x آی هاتون چی باشه بچه‌ها؟ صفر باشه تا این درست باشه، درسته؟ یعنی من چندی بار اینا استفاده کردیم دیگه، وقتی یه سیگمای بی ان ایکس انی n از مثلا 0 تا بی نهایت مساوی صفر، معناش این هستش که همه بی آی ها چی هستن؟ صفر هستن. اگر شما این کارو بکنید بچه‌ها مجددا به یه سری روابط بازگشتی خواهید رسید. خب که من حالا سعی میکنم اینجا براتون یه ذره ساده شده‌ش هم بنویسم. پس یه سری روابط بازگشتی بر حسب چون ضریب x n تون که محاسبه میشه مساوی صفر قرار میدید، مثلا چه میدونم مثلا یه جمله آن بر اساس یه جمله های قبلی تعیین میشه که البته اینجا یه متغیر r هم داریم، درسته؟ که اگر دوست داشته باشیم r رو چیز خاصی بذاریم اجازه داریم چیز خاصی قرار بدیم، درست شد؟ خب حالا اینا اگه میخواین عکس بگیریم تا حالا من ادامه همین مطلب رو یه ذره باز شده همین که جاگذاری کردیم تو اون رابطه معادله اوله رو براتون تو صفحه بعدی بگیم. خب بسیار خب، پس حالا اون رابطه رو من میام یه نمادم براش به این صورت میذارم الفی آر و ایکس دیگه. خب چون که دو تا متغیر آر و ایکس داشتم دیگه تو اون فی که خاطرتون باشه، اینو بچه وقتی جایگذاری کنید یه همچین چیزی میشه آ صفر اف آر. اف آر همون اف آریه که جلسه پیشم ما داشتیم. البته کتاب اف آر بزرگ یه اسمم براش میذاره، حالا یه همچین معادله اندیسی یه همچین چیزی، یعنی معادله اندیسی میگه به این اگه اشتباه نکنم. آ صفر اف آر در ایکس آر میشه، درست شد؟ به اضافه بعد آ یک اف آر به اضافه یک به اضافه آ صفر در پی یک آر به اضافه کیو یک پرانتز بسته این ضرب در
x به توان r به اضافه 1. درست شد. بعد دوباره یه کروشه بعدی a2 f r به اضافه 2 به اضافه a0 p2 r به اضافه q2. یعنی من الان تک تک جملات رو دارم حساب میکنم. ضریب x r رو، کوچکترین ضریبی که کوچکترین x به توانی که شما دارید x به توان r بچه‌ها. خب یعنی اگر دقت کنید تو خود ایگرگ هم اگر نگاه کنید، یادتون هست ایگرگ این شکلی بود دیگه، نه؟ x به توان r ضرب در سیگما آن ایکس ان، انتون هم از 0 تا بی نهایت بره. خب کوچکترین درجه‌ای که دارید x به توان r و حواستون باشه r هم عدد حقیقیه. r مثلا 1 و 2 و 3 عدد طبیعی نیست الزاما، میتونه عدد حقیقی باشه. خب بعد الان این a2 f r به اضافه 2 به اضافه a0 اینا جملات هموناست دیگه، یعنی محاسبه کنیم به این صورت. حالا یه ذره دیگه هم مونده، میشه a1 ضرب در p1 r به اضافه 1 به اضافه q1 پرانتز بسته کروشه بسته ضرب در این ضریب x به توان r به اضافه 2 و همین ترتیب میره دوباره. مثلا کروشه بعدی x به توان r به اضافه 3 و همینجور برو تا چی؟ تا بی‌نهایت دیگه همینجوری میره. خب همونطور که گفتیم ما دوست داریم که این عبارت مساوی 0 باشه، یعنی این ال فی و آر ایکس مساوی 0 باشه، برای اینکه انتظار داریم که ایگرگ مساوی فی آر و ایکس جواب معادله دیفرانسیلمون باشه دیگه. درسته؟ خب اگرم این عبارت بخواد 0 باشه، باید ضریب تک تک این جملاتی که شما مشاهده میکنید، تک تک که این ایکس به توانهایی که دارید میبینید، باید ضریب اینها 0 باشن. درست شد؟ پس یعنی الان این مساوی 0 هستش. پس نتیجتا چیه؟ تمام ضرایب 0 هستن. یعنی مثلا هم A0 در FR مساوی 0 هستش، هم کروشه اول، هم کروشه دوم، هم کروشه سوم، همه اینا مساوی چی میشن بچه‌ها؟ مساوی 0 میشن. اما حالا یه لحظه اینجاشو صبر کنید ببینید. اگر خاطرتون باشه این FRش هم به این صورته. FR هم مساوی هستش با R ضرب در R منهای 1 به اضافه P0 R به اضافه چی؟ Q0. که در اصل ما گفتیم که اینجا این عبارت هم اگه بخواد 0 باشه آره به دست می اومد. یادتونه مثلا تو حالتی که آر مثلا دو تا عدد حقیقی متفاوت باشن، خب خیلی خوبه دیگه. این منجر میشه به اینکه شما بتونید دو تا جواب اساسی پیدا کنید برای معادله دیفرانسیلتون، یعنی برای همون معادله اولرتون. حالا به طور خاص اولر رو چون نوشتیم به خاطر اون هستش. خب اما نکته که یه مثالم آخر جلسه قبل حل کردیم بچه، حالتی بود که اون R دو تا ریشه یعنی این اف آر یا همون به عبارتی معادله اندیسی، این دو تا ریشه متفاوت حقیقی داشتش. درسته؟ که حالا ما میخوایم یه حالت خاصی از این معادله رو باز بررسی کنیم. یعنی میخوایم ببینیم که روش پیدا کردن جواب دوم، یا جواب دوم خوبه آره، در حالت ریشه تکراری. ببینید این معادله بالا امکان داره که ریشه تکراری داشته باشه دیگه. حالا ما اینو برای معادله اولر نوشتیم، ولی حالا برای هر معادله‌ای که شما در نظر بگیرید، حالا ببینید اگه برای معادله کلی هم در نظر بگیرید بچه‌ها، ببینید ال فی آر و ایکس شما مساوی میشه با A0 اف آر، درسته، در ایکس به توان آر، که اینم میشه مساویه با A0 در آر منهای R1 به توان 2 ضرب در x به توان r. درسته؟ پس فعلا فرض کنید که ریشه هاتون R2 هم مساوی R1 باشه، یعنی فرض کنید که ریشه هاتون تکراری باشه. یعنی در واقع در این حالت الان f r شما مساوی شده با، عرض کنم به حضورتون که r منهای R1 ضرب در r منهای R2 که فی الواقع شده r منهای R1 به توان 2، چون که دو تا ریشه با هم برابر بوده. درسته؟ خب حالا باید ببینیم که تو این حالت میایم برای پیدا کردن جواب چی کار میکنیم. اگه خاطرتون باشه تو اون مثالایی که هفته گذشته حل میکردیم، وقتی یک حالتش بود که با استفاده از سری وقتی ریشه ها تکراری میشدن میومدیم چیکار میکردیم، از یه چیزی به نام LN و اینا کمک گرفتیم اگه خاطرتون باشه. اینجا هم تقریبا یه همچین کاری میکنیم بچه. ببینید اینجا عرض کنم به خدمتتون که الان اگر شما بیایید توی همین رابطه، یعنی اگر در رابطه فوق که میگم بچه منظورم همین الفیه هستا، یعنی همینی که کنارش ستاره زدم. خب اگر در رابطه فوق
آر رو مساوی R1 قرار بدید، اتفاقی که میفته چیه؟ میشه L فی R1 و X شما مساوی چی میشه؟ مساوی 0 میشه. درست شد؟ پس یعنی اینجا الان یه دونه جوابتون Y1 X یک جواب معادله چی میشه؟ به دست میآید. یعنی شما R1 رو که در از همون ریشه اون معادله اندیسی هستش که دارید و میدونید که اگر بذارید اینجا به جای این 0 میشه، پس در نتیجه اون فی که تعریف کردیم تو صفحه قبلی برای شما میشه یک دونه جواب. منتها متاسفانه R2 دیگه وجود نداره که شما R2 همون R1 باز که بخواید مثلا یه جواب دیگه کشف کنید. خب حالا اینجا بچه‌ها فرم Y1 X هم توجه کنید اینجوریه بچه‌ها، X به توان R1 ضرب در 1 به اضافه سیگما AN R1 ضرب در X به توان N. N تونم از اگر اشتباه نکنم N تونم از 0 تا بی‌نهایت. خب این میشه یک جوابتون دیگه که اون AN R ها چی هستن؟ AN R ها در اصل همون معادل بازگشتیاتونو که چون اگه توجه کنید R توشون وجود داشته. خب ببینید بچه‌ها به این ضرایب بالا توجه کنید، من هایلایت کنم ببینید مثلا این ضرایب رو شما نگاه کنید بچه‌ها، اینجا میبینید شما تو این ضرایب همشون دارید آر مشاهده میکنید دیگه، درسته؟ پس یعنی رابطه بازگشتیایی هم که بنویسید تو رابطه بازگشتیاتون علاوه بر یه سری عدد آر هم وجود داره که قابلیت جایگذاری داره که خب من چون دیگه آر رو گذاشتم R1 دیگه این میشه AN R1. پس یعنی AN R1 در از جواب اون دنباله بازگشتی هستش که شما به دست میارید جمله انومش رو، میشه AN چی؟ R1. این میشه ضریب X N تون دیگه تا اینجاش که فعلا شبیه اینو ما انجام دادیم جلسه قبل هم. حالا ولی اینکه حالا که ریشه تکراری شد چیکار کنیم الان گوش کنید که ببینید چه جوری باید انجامش بدیم. خب من اجازه بدید که بالای صفحه رو پاک کنم اگر دوست دارید که عکس بگیرید. خب من اشتباهی همه رو پاک کردم، چرا؟ خب ببینید بچه ها، الان یک خوبی که وجود داره اینه که شما چون که اون معادله اندیسی ریشتون تکراری شده، یعنی آر منهای R1 به توان 2 داره، شما وقتی نسبت به آر مشتق بگیریدم باز مشتقش هم توی R1 صفر میشه. توجه دارید؟ این نکته مثبته برامون، کمک میکنه که بتونیم اون جواب Y2 یعنی جواب دوم معادله رو پیدا کنیم. خب ببینید بچه‌ها، الان L روند فی به روند R در نقطه R1 و X هم چی میشه؟ میشه A0 روند به روند R X به توان R منهای R1 به توان 2. درسته که اینم تو نقطه R مساوی R1 شما جایگزین کنید. خب ببینید بچه‌ها، اگر شما نسبت به اینو نسبت به R مشتق بگیرید، چون اون درجه 2 بالاخره R منهای R1 دارن هر دو تا جمله مشتقتون. خب پس یعنی اگر شما R رو مساوی R1 قرار بدین اون عبارتتون مساوی چی میشه؟ مساوی 0 میشه. پس یعنی این جای خوشبختی داره. این یعنی این که شما الان تونستید یه جواب دیگه هم پیدا کنید، یعنی جواب دیگه تون میشه روند فی به روند R. درست شد؟ پس یعنی الان من میام Y2 X رو بیانش میکنم، میشه چی؟ میشه روند فی R و X به روند R به شرط اینکه R رو مساوی R1 قرار بدید و شما میدونید که اینم مساوی میشه با روند به روند و شما اینجا روند به روند R رو دارید و اینجا هم قرار میدید چی؟ X به توان R. عرض کنم به خدمتتون که A0 به اضافه سیگما AN R X به توان N N از 0 تا بی نهایت، این پرانتز بسته اینم R مساوی R1. خب اگه خاطرتون باشه شما در اصل اون فی رو به صورت یه سری سیگمایی گرفتید دیگه، درسته؟
که خب اون ذرایع به اون سریرم تونستید بر اساس اون رابطه بازگشتی ها چیکار کنید؟ به دستشون بیارید. خب حالا ما الان از این رابطه ای که حالا براتون هایلایتش میکنم، ما از این رابطه میخوایم چیکار کنیم بچه‌ها؟ میخوایم مشتق بگیریم نسبت به R و مشتق که بگیریم نسبت به R رو هم مساوی R1 قرار میدیم، جایگزین میکنیم و این به این صورت جواب Y2 تون چی میشه؟ محاسبه میشه. و حالا نکته ای که هستش اینو اگر ازش مشتق بگیریم بچه‌ها ببینید این میشه. فقط اینجا یه چیزی رو هم باید حواستون باشه بچه‌ها و اونم اینه که وقتی من دارم اینجا، شما فقط تو x به توان r نیست که متغیر r رو دارید، تو خود سیگما رو یه نگاه بندازید ببینید an r دارید، an r توش r داره، متغیر r توش وجود داره. پس یعنی وقتی دارید نسبت به r مشتق میگیرید اونا هم میان دخیل میشن تو مشتق گیری. درست شد؟ حواستون باشه. درسته x هیچ نقشی تو مشتق گیری نداره چون نسبت به آره، ولی an r نقش داره، x به توان r هم که خب توانش آره دیگه. درسته؟ پس اینا رو حواستون باشه. خب حالا اگه مشتق گیری رو دیگه انجام بدیم دیگه، حالا مشتق حاصل ضرب و این چیزا رو که شما میدونید، این میشه x به توان r1 ln x که اگر شما اینو فاکتور بگیرید اینم میشه a0 به اضافه سیگما n از، فکر میکنم اینو بچه من باید n از 1 می نوشتم، فکر کنم اون پایینم من اشتباه نوشتم به نظرم. درسته؟ فکر کنم اون پایینم باید از n از 1 می نوشتم، ببخشید اون پایین سفرم من الان درستش میکنم. خب اینم باید n از 1 باشه، چون من الان دوباره نگاه کردم این دست نویسم و دیدم 1. آره خب اینم میشه n از 1 تا بی نهایت، اینم میشه an r1 xn این پرانتز بسته به اضافه x به توان r1، اینم n از 1 تا بی نهایت، اینم میشه an پریم r1 x به توان n و اینم میشه مساوی چی؟ میشه y1 x ln x به اضافه x به توان r1 سیگما n از 1 تا بی نهایت an پریم r1 x به توان n، x هم مثبت دیگه. درست شد؟ که در اصل اینجا an پریم همون در اصل مشتق نسبت به چی هستش؟ نسبت به r هستش دیگه. مثلا اینو حواستون باشه که مشتق نسبت به r انجام شده و بعدم که خب r1 رو قرار دادید شما به جای r2. خب اصلا ما میتونیم یه ذره ساده تر حتی نگاه کنیم بچه‌ها دیگه، اینکه حالا این چی هستش دقیقاً، که خب ما الان چون اگر شما الان an r ها رو بدونید خب مشتقاشون هم میدونید. درسته؟ اما نکته اینه که الان اصلا قیافه این y2 شما بچه‌ها میدونید چه شکلیه؟ قیافه مهم اینه که قیافه y2 به دست اومده، یعنی y2 شده y2x شده چی؟ شده y1x ضرب در ln x به اضافه x به توان r1 در یه سیگمای bn xnی که n هم از 1 تا بی نهایت حرکت میکنه دیگه، x هم مثبته. یعنی اصلا شما فراموش کنید که اون bn ها چی ان، بالاخره یه سری عددن دیگه bn ها که فی الواقع میگم همون مشتق آناس تو نقطه R1 قرار داشته. ولی اوکیه، به هر حال وقتی شما بدونید که فرم جواب y2 تون اینجوریه، خب اینو میتونید تو معادل دیفرانسیلتون جایگزین کنید، بی آی ها رو به دست بیارید دیگه. نه یعنی همون جوری که آن ها رو قبلا به دست آوردید اینم میتونید به دست بیارید. یعنی حالا بستگی داره که چقدر بخواید درگیر مثلا یه سری نوتیشن های پیچیده تر بشید، ولی به هر حال دقیقش همونیه که ما سمت چپ نوشتیم دیگه. ولی کلا بعضی موقع ممکنه که فرم اینم برامون کافی باشه. حالا دیگه این برامون مهم نباشه که بی انا چندن، مهم اینه که بالاخره یه سری عدد هستن دیگه. خب عرض کنم به خدمتتون که یه قضیه طولانی داریم بچه‌ها که در از تمام این چیزایی رو که گفتیم و البته یه چیزی که نگفتیم و چیز میکنه براتون جمع‌بندی میکنه در مورد همین معادلات نقاط تکین منظم رو. خب اگر این سفر رو میخواید عکس بگیرید تو من این قضیه رو بگم، یعنی یه جورای جمع‌بندی همین مطالبیه که امروز براتون تو این 10 دقیقه رو گفتم.
خب ببینید قضیه اینه بچه ها، دقت کنید. قضیه اینه که معادلتون که اینه x2 y زگوند به اضافه x ضرب در x پی x y پریم به اضافه x2 q x در y مساوی 0. این معادلتونه و x مساوی 0 هم که نقطه تکین منظم هستش یا منتظم هستش. خب میگه چی؟ میگه آنگاه x پی x و x2 q x چی هن؟ در x مساوی 0 تحلیلی هند و سری های توانی x پی x مساوی با سیگما پی n x n n از 0 تا بی نهایت و x2 q x مساوی با سیگما q n x n n از 0 تا بی نهایت. اینا چی هن؟ اینا و سری های توانی این یعنی سری های تیلور دیگه، در اصل سری های تیلوره، توانی نگیم دیگه، تیلور هم در واقع. اینا چی هن؟ همگرا هستن برای ایکس هایی که قدم مطلقشون از رو کمتره، یه جورایی یعنی رو همون نقش شما همگرایی داره که حالا رو هم یه عدد مثبتی. حالا خب و این روه در اصل رو مینیموم شعاع همگرایی x پی x، یعنی اون کوچیک است. چرا کوچیک است؟ به خاطر اینکه هم این سری همگرا باشه تو اون محدوده، هم اون سری تو اون محدوده همگرا باشه، مجبوری اشتراک بگیریم که در از کوچیکه به دست. مینیمم شعاع همگرایی x پی x و x2 q x هست. درست شد؟ این هست. خب حالا میگه که فرض کنید R1 و R2 ریشه های همون معادله اندیسی که گفتم. خب ریشه های معادله f r مساویه با r در r منهای 1 به اضافه p صفر r به اضافه q صفر مساوی 0 باشند که اگر r1 و r2 حقیقی باشند، اگر مختلط باشن نه ها، اگر حقیقی باشن r1 بزرگه باشه. یعنی یه طوری نامگذاری کنید که اگر اینا حقیقی باشن r1 بزرگه باشه، r2 کوچیکه باشه. اگر مختلط بودن که هیچ دیگه کاری نداریم. خب آنگاه یا در بازه x منفی که در ضمن بزرگتر از منفی 2 باشه، منفی رو باشه، یا در بازه x مثبت که x تون از رو کمتر باشه، یک جواب به فرم، یعنی بچه ها ببینید چون که x مساوی 0 نقطه تکینه، ما بازمون نباید 0 رو داشته باشه. خب پس یا باید بچسبیم به سمت راست 0 یا باید بچسبیم به سمت چپ 0. متوجه هستید؟ به هر حال با هر کدوم از این دو تا بازه شما در نظر بگیرید، یک جواب به فرم y1 x مساویه با قد مطلق x به توان r1 در 1 به اضافه سیگما n از 1 تا بی نهایت an r1 xn داریم که بچه ها an r1 هم چیه؟ در واقع با استفاده از رابطه بازگشتی مشخص میشه که اون رابطه بازگشتی هم توش مثلا ضرایب pn داریم، qn داریم که اینا که خب عددن، و r هم داریم که خب البته r هم باز ما میایم r1 رو جایگزین بکنیم. پس در نتیجه an r1 اینا یه سری عدد هستن که از این رابطه بازگشتی به دست اومدن. فقط اینجا نکته ای هم که وجود داره قابل ذکره، به فرم این داریم که an r1 ها از یک رابطه بازگشتی تبعیت میکنن، از یک رابطه بازگشتی تبعیت میکنند و آ0 شما مساوی 1 فقط و آر شما هم مساویه با آر1. آ0 رو ما اومدیم 1 در نظر گرفتیم چون که میگه بالاخره آ0 رو اگر شما در نظر بگیرید آ1 تعیین میشه، بعد آ1 که تعیین میشه آ2 تعیین میشه، بعد آ2 که تعیین میشه آ3 تعیین میشه، همینجور تا بی‌نهایت. آر هم که مساوی آر1 گذاشتیم. خب این برای عرض کنم به خدمت شما که یه جواب این معادله است. یعنی ما یه جواب اینو میدونیم، مثلا
اهمیتی نداره که R1 و R2 مساوی نیستن چجوری، یعنی هیچ شرطی وجود نداره. یه دونه جواب پیدا کردنش مشکل نداره. اما جواب دوم رو توجه کنید. خب اینجا 3 حالت میاد میکنه بچه‌ها، قضیه 3 حالت میکنه برای اینکه بگه که شما چجوری باید برای جواب دوم کار کنید. خب من فقط فکر میکنم بازم جا نمیشه، اگر میخواید بازم عکس بگیرید. این قضیهش خیلی طولانیه، تقریبا 1 صفحه کتابه با اون فونت ریز کتاب. اینجا که دیگه احتمالاً 2 صفحه‌ای بشه. خب پس اینجا میشه ادامه قضیه بالا، ادامه قضیه قبل. خب اینجا گفتم، همونطور که گفتم میاد 3 حالت میکنه. حالت اول، حالت 1، اگر R1 منهای R2 یعنی اون دوتا ریشه، اگر این مخالف صفر یا عددی طبیعی باشد، آنگاه یا در بازه x کوچکتر از صفر و بزرگتر از منفی رو، یا x بزرگتر از صفر و x کوچکتر از رو، یک جواب دوم به فرم y2x مساویه با قدر مطلق x به توان. یعنی تو این حالت، یعنی وقتی دو تا ریشه مساوی نیستن، یعنی R1 منهای R2 مخالف صفر باشه، باز بچه شما میتونید یه جواب دیگر هم چیکار کنید؟ بیان کنید. این هم میشه 1 به اضافه سیگما، یعنی به همون چیز عادی دیگه، همون مثالی که جلسه قبلم حل کردم آخر جلسه، میشه AN R2 XN n از 1 تا بی نهایت. حالا بچه نگاه کنید، حالا اینجا یه چیزی که براتون اوکیه اینه که R1 منهای R2 صفر نباشه. خب این که هیچ. اما میتونید به من بگید که چرا R1 منهای R2 اگر عددی طبیعی باشه اتفاق بدی میفته، یعنی ما اینجا شکست میخوریم برای جواب دوم؟ به چه دلیل R1 منهای R2 عدد طبیعی باشه ما دچار اشکال میشیم؟ بله یه جورایی برمیگرده به جواب اول. ببینید بچه ها، اگر قرار باشه که R1 منهای R2، خب اگر قرار باشه این یه عدد طبیعی باشه، خب یعنی چی؟ یعنی R2 شما به اضافه یه عدد طبیعی شده R1. خب بعد اگر شما الان بیایید این عبارت رو ضرب در x به توان n بکنید، خب این باز همون جواب y1 رو بهتون میده. یعنی یه جورایی خواهید دید که دیگه، یعنی یه جورایی میتونید چک کنید که بچه‌ها این دوتا جواب دیگه دوتا جواب اساسی نیستن. یعنی مثلا به عنوان مثال رونسکیانشون رو شما حساب کنید، نمیتونید بگید رونسکیانشون مخالف صفر. متوجهید؟ یعنی مشکلش اینه که جواب اساسی نمیشن. به خاطر همین R1 منهای R2 مخالف صفر براتون اوکیه، ولی گفتم اینکه چرا R1 منهای R2 عدد طبیعی نیست، این شاید براتون عجیبه که چه. مثلا یعنی الان اگر R1 منهای R2 اختلافشون 1 باشه، شما دیگه نمیتونید جواب دوم رو با این بیان کنید، مجبوری برید تو حالتهای بعدی این قضیه کار کنید که الان خواهیم گفت. متوجهید؟ اینجوریه جریانش. خب این حالت اول که حالا جزء حالتهای ساده است. حالت دو میشه چی؟ اگر R1 مساوی R2 باشه، خب فرض کنید دو تا ریشه اصلا برابر باشن، آنگاه جواب دوم y2x چی میشه؟ میشه y1x ضرب در ln قدر مطلق x به اضافه قدر مطلق x به توان R1 سیگما bn R1 به توان x به توان n n از 1 تا بی نهایت. این هم از حالت دوم. و اما حالت سوم، اگر R1 منهای R2 مساوی n باشه، خب عددی طبیعی باشد، آنگاه y2x میشه مساوی با A1 y1 x به اضافه ln x، عذر میخوام، ضرب در قدر مطلق ln x
ضرب در ln قدر مطلق x به اضافه قدر مطلق x به توان عرض کنم حضورتون r2 اینم میشه 1 به اضافه سیگما cn r2 x به توان n n از 1 تا بی نهایت. حالت سوم هم به این صورت جواب به دست میاد. یعنی عرض کنم به خدمتتون که به این صورت به دست میاد. حالا نکته ای که اینجا قابل بیان هستش اینه که ضرایب AN R1 BN بله CN عدده، بله CN R2 عدده، بله BN R1 و CN R2 اینا چی هن؟ و اینا اعدادی هستند و به علاوه ثابت بذارید ببینم من چی کار کردم. آره دیگه ثابت آ1 باید بگم درست. خب به علاوه عدد ثابت آ1 را میتوان با جاگذاری پیدا کرد. اینجا بچه‌ها توجه کنید که البته منظورم اون AN و BN و CN ها که با جاگذاری Y شما این Y رو اگر فرمشو که حالا فهمیدید اینجوری جاگذاری کنید ضرایب رو میتونید به دست بیارید، اما به صورت بازگشتی و اینا به دست میان. اینجا بیشتر منظورم این همینا بودش که گفتم با جاگذاری. اما نکته اینه که آ1 بچه‌ها میتونه آ1 صفر هم باشه. خب یعنی ببینید میتونه نکته اینه که خب اون جواب چیزو میده دیگه، جواب قبلی رو باز میده. یعنی آ1 میتواند صفر باشد. درسته. بعد نکته دیگری که اینجا قابل بیانه اینه که هر دو سری اخیر برای قدر مطلق ایست کمتر از رو چیان؟ همگرا هستند و در اصل حول x مساوی صفر تابع تحلیلی. درسته. یعنی اون سری توانیتون چی هستش؟ همگرا هستش. خب و شما چه حالت اول رخ بده، چه حالت دوم رخ بده، چه حالت سوم رخ بده بچه‌ها، یعنی ماحصل این سه تا حالت چی هستش؟ y1 و y2 که شما دریافت میکنید جواب اساسی هست. این میشه ماحصل بحثمون. درست شد. خب حالا اینجا اگه دوست دارید عکس بگیرید، من یه چند لحظه هم خدمتتون میرسم.
خب ببخشید بچه. خب اینجا سوالی نیستش. من خب ممنونم، مرسی، بفرمایید. خواستم ببینم توی این حالت سوم y2x، اول یه سوال که بچه ها پرسیده بودن، این بعد از y1x این ضربه یا x؟ نه، ضرب اون، ضرب در ln x. خیلی خوب. حالا سوال خودم میتونم بپرسم؟ بله بله. اگه آی x صفر باشه، خب این y2 همون y2 میشه که توی حالت اول بود، درسته؟ بله. خب شما گفتی اگه این اختلاف طبیعی باشه نمیتونه همچین اتفاق بیفته. نه خب همون، خب آیه که نباید صفر بذاری دیگه. خب آها. یعنی اگه تو میخوای جواب واقعی، یعنی جواب دومی متفاوت به دست بیاد که دیگه رونسکیانش مخالف صفر باشه با y1، نباید آیه که صفر بذاری. ما صرفا گفتیم اگه آیه صفر، آیه صفر هم میتونه باشه، اون تا نکته اینه که دیگه جواب تکراری بهت میده. درست شد. بله خیلی ممنون. خواهش. بسیار خب، الان میخوایم بریم بچه‌ها سراغ معادله بسل. باز یه دسته از این معادلاتی هستش که نقطه تکین ما داریم. خب نقطه تکین منظم داریم. خب ببینید معادله بسل، معادله بسل انگلیسیش همینجوری می نویسن اگه اشتباه نگم. خب به این صورت x2 y زگوند به اضافه xy پریم به اضافه x2 منهای نو2 ضرب در y مساوی صفر، که نو چیه بچه ها؟ یه عددی ثابت. خب اولا که x مساوی صفر رو نگاه کنید، این نقطه تکین چیه؟ منظمه. یعنی شما اگر اون در اصل px و qx تون رو نگاه کنید، ضرب در x و حول x مساوی صفر هم هست دیگه، درسته؟ ضرب در x و x2 کنید، اون p و x و qx و وقتی x به سمت صفر میل میکنه میبینید که حد داره و همه چی اوکیه. و فی الواقع اینجا اصلا p صفرتون که میشه چی؟ میشه حد x ضرب در qx بزرگ به px بزرگ. اگر x به سمت صفر میل کنه این میشه مساوی چی؟ میشه x ضرب در 1x حدش، وقتی x به سمت صفر میل میکنه این مساوی 1 میشه. و q صفر چی میشه؟ میشه حد x2 r x به روی p x، درسته؟ x به سمت صفر میل میکنه که اینم میشه چی؟ میشه حد x2 ضرب در x2 منهای نو2، اینم x2، x به سمت صفر میل میکنه، اینم حدش میشه چی؟ میشه منفی نو2. پس این نقطه تکین منظمه. خب حالا اینجا اگر شما بیاید اون معادله اندیسی رو در نظر بگیرید، همون اف آر بزرگ رو بچه ها این شکلی میشه آر در آر منهای 1 به اضافه پی صفر آر به اضافه کیو صفر مساویه با آر در آر منهای 1 به اضافه آر منهای نو2، که اینم حالا یه ذره خوشگلش کنید، سادهش کنید، اون آر و منهای آر با هم ساده میشن، درسته؟ مثبت آر با من ساده میشن، خلاصه این میشه چی؟ میشه آر دو منهای نو2 دیگه. خب حالا اگه این بخواد صفر باشه نتیجهش چی میشه؟ میشه آر مساوی مثبت منفی نو دیگه، درسته؟ خب حالا حالتهایی که نو صفر باشه، نو یک دوم باشه و نو یک باشه، درسته؟ این حالت ها رو برای بازه x مساوی صفر در نظر میگیریم. یعنی میدونید بچه ها، ما میخوایم این معادله بسل رو برای 3 تا عدد بررسیش کنیم. یکی نوع صفره، یکی نوع یک، گفتم اولش نوع یه عدد ثابته، ولی به عنوان مثال یکی نوع صفره، یکی نوع یک دومه، یکی نوع یکه. اینا رو میخوایم بررسی کنیم. اینا بچه ها یه تفاوتایی با هم دارن ها. نگاه کنید، اولا اینکه اگر نو صفر باشه، خب شما 2 تا ریشه‌تون برابره، درسته؟ معادله اندیسی ریشه‌اش برابره. اگر نو یک دوم باشه، خب اگر یک دوم باشه، عرض کنم به خدمت شما که یکیشون ریشه های معادله اندیسیتون، یکیشون یک دومه، یکیشون منهای یک دومه.
توی اون حالت هم یکیشون یکه، یکیشون باز چیه؟ منهای یکه که حالا با هم خواهیم دید که چیکار باید بکنیم. حالا الان میخوایم معادله اول اون حالتی که نو صفر رو بررسی کنیم. کتاب بهش میاد میگه معادله بسل مرتبه صفر. خب یعنی اصلا کلا کتاب به این میاد میگه چی؟ میگه معادله بسل مرتبه نو. حالا اولین چیزی که ما میخوایم بررسی کنیم معادله بسل مرتبه صفر هستش که من اینو تو صفحه بعدی براتون میگم. اگه اینجا رو دوست دارید عکس بگیرید تا بریم سراغش. پس تو حالتی که الان نو صفر باشه بچه‌ها، ریشه های معادله هندسیتون جفتشون صفر میشن. خب ریشه ها برابر هستن که حالا با هم خواهیم دید چیکار باید بکنیم. خب پس اولین چیزی که من می نویسم معادله بسل مرتبه صفر. در این حالت نو صفره و معادله مذکور به فرم ly مساوی با x2 y زگند به اضافه xy پریم به اضافه x2y مساوی صفر است و ریشه های معادله اندیسی r1 و r2 مساوی صفر هستند. خب باز دوباره اینجا بچه شما اگر بیاید جاگذاری کنید فی رو بیاید به این صورت بگیرید، y رو بگیرید مساوی فی r و x، این میشه x a0 x به توان r به اضافه سیگما an x به توان r به اضافه n هم از 1 تا بی نهایت. خب اگر شما بیاید اینو جایگزین کنید باز یه روابطی که مشابهش رو قبل داشتیم بچه‌ها به دست میارید. حالا ببینید دقیق تر بزنیم با رنگ آبی بنویسیم. خب ببینید الان ال فی تو نقطه r و x رو نگاه کنید، این میشه مساوی با n از 0 تا بی نهایت an، این داخل میشه r به اضافه n ضرب در r به اضافه n منهای 1 به اضافه r به اضافه n x به توان r به اضافه n به اضافه سیگما n از 0 تا بی نهایت an x به توان r به اضافه n به اضافه 2، این میشه مساوی با a0 در r در r منهای 1 به اضافه r x به توان r به اضافه a1 r به اضافه 1 در r به اضافه r به اضافه 1، این میشه در x به توان r به اضافه 1. به همین ترتیب برید جلو تا مثلا جملات بعدی هم که مثلا از n مساوی 2 دیگه هستش تا بی نهایت، اینم میشه an ضرب در این میشه r به اضافه n به اضافه r به اضافه n منهای 1. ببخشید اینو ضرب بعد می‌نوشتم اشتباه نوشتم. این میشه ضرب در r به اضافه n منهای 1 به اضافه r به اضافه n پرانتز بسته پرانتز بسته به اضافه an منهای 2 این پرانتز بسته ضرب در x به توان r به اضافه n. این عبارت باید مساوی صفر باشه دیگه، درسته؟ اگر ما انتظار داریم که این جواب باشه این عبارت صفره. خب از طرفی شما اگرم نگاه کنید بچه‌ها اینجا معادله اندیسی رو هم اگه نگاش کنید بچه‌ها در اصل اینه دیگه، نگاه کنید اینی که اینجا من براتون چی میکنم هایلایتش میکنم اینه، درسته؟ دقت کنید الان چی میشه؟ میشه r2، درسته؟ جفت ریشه هاش صفرن و ریشه هاش هم تکراری هستن دیگه. پس این r2 دیگه، ببخشید r به توان 2 باید باشه، r به توان 2 دیگه، درسته؟ ریشه هاش جفتشون هم r1 تون صفره هم r2 تون صفره. و اما باقی صفر شدن ها چه کمکی به شما میکنه؟ عرض به حضورتون که یعنی اون ضریب ها، یعنی مثلا این ضریب این جمله توی این سیگما این باید صفر باشه، درسته؟ اینو اگر شما در نظر بگیرید به دست میاد an r مساویه با منفی، یعنی باز دوباره همون رابطه بازگشت جای اینا رو بنویسید، منفی an منهای 2 r به روی r به اضافه n
ضرب در آر به اضافه n منهای 1 به اضافه آر به اضافه n و اینم میشه مساویه با منفی آن منهای 2 آر به روی آر به اضافه n به توان 2. مخرجش ساده تر میشه دیگه ها، اینم بزرگتر مساوی 2 هستش دیگه. درسته؟ خب عرض کنم به خدمتتون که اینم که بچه حواستون بود دیگه، این جمله هم چی شد دیگه ها، اینو حواستون بود این یکیو. این چی کارش کردیم به نظرتون؟ این الان میشه چی؟ میشه از آر به اضافه 1 فاکتور بگیرید، میشه آر به اضافه 1 به توان 2. چی میشه این؟ آ1 چی میشه بچه‌ها؟ آ1 صفر میشه دیگه، درست میگم؟ بله آ1 صفر میشه دیگه. به خاطر اینکه این میشه آر به اضافه 1 به توان 2 و اگر شما آر رو هم حالا چه آر1 جایگزین کنید چه آر2 جایگزین کنید که آر1 و آر2 هم جفتشون صفر هستن دیگه، نه؟ این میشه 1. پس در نتیجه آ1 تون یعنی نتیجهش این هستش که پس آ1 تون صفره. خب بعد بچه‌ها اتفاقی که میفته اینه که وقتی آ1 صفر میشه تمام این اندیس فردا همه صفر میشن. متوجه هستین چی میگم؟ به این رابطه بازگشتیتون یه نگاه بندازین، به اینی که هایلایت میکنم نگاه کنین. ببین الان این مساوی اینه دیگه، نه؟ این دو تایی که هایلایت کردم یعنی یه دونه اندیس به دو تا اندیس قبلیش ارتباط داره. خب پس وقتی آ1 شما صفره تمام چیا چی میشن؟ درسته؟ تمام اندیس فردا همه صفر میشن. خب حالا من همینو مینویسم براتون. پس یعنی اینم نتیجهش اینه که پس در نتیجه آ3 هم صفره، آ5 هم صفره، آ7 هم صفره تا بی نهایت همشون مساوی صفر هستن. این از این. اما زوجا اینطوری نیست دیگه، درسته؟ اندیسای زوج این ویژگی رو ندارن. برای اندیسای زوج خب حالا من آر رو هم میام صفر جایگزین میکنم بچه‌ها. یعنی ببینید الان آن صفر، پس یعنی شما آر رو صفر قرار بدید، الان آن صفرتون میشه چی؟ میشه منفی آن منهای 2 تو نقطه صفر به روی n2. درسته؟ که به ازای n مساوی 2 و 4 و 6 و 8 و درسته تا بی نهایت میره. فقط اینجا نکته ای که هستش اینه که آ0 هم ما اینجا دلخواه دیگه بچه‌ها، چون که ضریب آ0 چون که شده آر2 و چون که آرم صفر ما میذاریم، پس یعنی آ0 رو ما اجازه داریم هر چی دوست داریم بگیریم. اینجور نیست که مجبورمون کنن آ0 باید صفر باشه، مثل آ1 نیست که آ1 باید صفر باشه. آ0 دلخواه. پس در نتیجه آن هم همه آن اندیس زوجا همشون بر اساس آ0 چی میشن؟ بازیابی میشن دیگه. درست شد؟ خب پس الان اگر شما باز اینو یه ذره قشنگ‌تر بنویسیدش، مثلا آ اندیس 2m که زوجه میشه چی؟ میشه منفی آ 2m منهای 2 تو نقطه صفر به روی 2m به توان 2. درست شد؟ m تونم میتونه 1 و 2 و 3 و تا هر چی که دوست داره باشه تا بی‌نهایت. حالا دیگه آی زوجا به دست میان دیگه بچه‌ها، به صورت عددی به دست میان، فقط تنها متغیرشون یه آ0ه که ما هر چی دوست داریم میتونیم بذاریم. خلاصه یعنی جمع‌بندی صحبت اینه که آ 2m میشه مساوی با منفی 1 به توان m در آ0 خب به روی 2 به توان 2m به روی m0 به توان 2. m تونم که میتونه از محدوده 1 و 2 شروع بشه تا بی نهایت دیگه. این میشه شسته رفته جمله 2m، یعنی آی 2m تو نقطه صفر. آر رو هم که فهمیدید برای چی ما صفر گذاشتیم دیگه. درست شد تا اینجا؟ پس فعلا این معادله بسل مرتبه صفر ما الان موفق شدیم که یه دونه جوابش رو گیر بیاریم. درسته؟ یعنی در اصل الان این آی هایی که ما پیدا کردیم اینا مربوط به یه جواب این معادله بسل هستن که به زودی براتون می‌نویسیم دیگه. خب الان اگه میخواین عکس بگیرین تا من اینو تمیزترش رو بنویسم y1 x حالا.
بسیار خب. ببینید بچه جوابتون اینطوری میشه y1x مساویه با a0 ضرب داره 1 به اضافه سیگما m از 1 تا بی نهایت منفی 1 به توان m x به توان 2m به روی 2 به توان 2m m به m فاکتوریل به توان 2 و x هم بزرگتر از 0. حتی این سری رو هم اگه بخواید میتونید بچه‌ها با مثلا تست نسبت چک کنید شاه همگرایشه که من فکر می‌کنم شاه همگرایش هم بی‌نهایت باشه. مطمئن نیستم ولی به احتمال 90% باید شاه همگرایش هم بی‌نهایت باشه با تست نسبت برید. خب حالا اما تعیین چیز میمونه. الان تعیین y2x رو باید چی کار کنیم؟ خب تعیین y2x. خب ببینید بچه‌ها اگه یادتون باشه ما یه معادله‌ای داشتیم که ln دار بود اگه خاطرتون باشه که توش در اصل جواب y2 رو حساب می‌کردیم دیگه. خب منتها اینجا نکته ای که وجود داره اینه که بچه‌ها ما اگر خاطرتون باشه اون جمله های اون سری توانه یادتونه توش آن پریم آر داشت، یادتونه که گفتم بعدش گفتم حالا ممکنه بعضی موقع برامون مهم نباشن دقیقاً اینا چی ان، گفتیم بجاش میذاریم بی ان، یعنی در اصل مشتق آن پرینا بودن. عرض کنم به حضورتون که تو نقطه صفر یعنی به جای آر صفر گذاشته بودیم، درسته؟ خب اما اینجا باید صفر یعنی بذاریم دیگه، حالا اونجا آر یک و آر دو دیگه حالا هرچی. خب پس یعنی الان اینجا جریان اینه که آن پریم صفر چی میشه؟ خب این برامون مهمه، درسته؟ خب عرض کنم به خدمتتون که اون رابط بازگشتی که توی صفحه قبل نوشتیم که خیلی طولانی بود، الفی تو نقطه آر و ایکس رو میگم ها، که اگه یادتون باشه یه ایکس به توان آر داشت با یه ضریبی، یه ایکس به توان آر به اضافه یک داشت با یه ضریبی، یه دونه هم یه سیگمایی بود که به ازای انای مساوی 2 تا بی نهایت بردم. خب توی اون عبارت بچه‌ها شما باید چیکار کنید؟ به اون توجه کنید یه لحظه. ببینید بچه‌ها ضریب x به توان r به اضافه 1 در آن معادله، هم معادله که الان توصیف کردم براتون، در آن معادله چی بود؟ اگه یادتون باشه گفتم r به اضافه 1 به توان 2 ضرب در a1 r هستش، درسته؟ مساویه، این باید مساوی 0 باشه. پس یعنی از اینجا نتیجه میشه که a1 r باید 0 باشه دیگه برای r های نزدیک r مساوی 0. چون اگر آرتون نزدیک 0 باشه، درست شد، این جمله آر به اضافه 1 به توان 2 که هیچ وقت 0 نمیشه که، پس در نتیجه مجبوره که آ1 آر 0 باشه، یعنی آ1 آر نزدیکای نقطه 0 همیشه، درست شد. پس یعنی من اینجا میتونم نتیجه بگیرم که آ1 0 چیه؟ 0، درست شد. و همچنین آ1 پریم 0 هم چی میشه؟ بازم 0 میشه، درست شد. اینم اوکیه. خب و حالا باز دوباره با استفاده از همون روابطی که داریم شما باز میتونید بگید که تمام اندیس فردا با صفرن بچه‌ها. ببینید الان آ3 پریم 0 میشه آ5 پریم 0 مساوی 3 نقطه تا هر مرتبه فردی اینا همشون مساوی چی میشن؟ 0 میشن تا بی نهایت مساوی 0. خب پس تنها برای اینکه شما جواب دوم رو پیدا کنید پس کافیه که آن پرینایی که اندیس زوجه رو برید ببینید چه خبره براشون. خب پس تنها لازم است که A2M پریمای 0 رو پیدا کنیم، درست شد. امتون هم که از 1 2 3 شروع میشه تا بی نهایت. خب حالا اما توجه کنید، ببینید بچه‌ها اگه خاطرتون باشه تو صفحه قبل گفتیم A2M R مساوی چیه؟ میشه منفی A2M منهای 2 تو نقطه R تقسیم بر R به اضافه 2M به توان 2 به ازای M مساوی 1 2 تا بی نهایت دیگه، درسته. عرض کنم به خدمتتون که حالا اگر شما از این رابطه استفاده کنید ببینید مثلا A2R چی میشه؟ شما M 1 بذارید میشه منفی A0 به روی چی؟ به روی R به اضافه 2 به توان 2. یا مثلا A4R رو حساب کنید میشه چی؟ میشه A0 به روی R به اضافه 2 به توان 2
ضرب در آر به اضافه 4 به توان 2. درسته؟ و اصلا کلا حالت کلیش هم اگر شما عرض کنم به خدمتتون بنویسید، حالا من با رنگ قرمز می‌نویسم، A2M R میشه چی؟ میشه مساویه با منفی 1 به توان M A0 M بزرگتر مساوی 3 و مخرجتون هم میشه چی؟ میشه آر به اضافه 2 به توان 2 ضرب در تا اینا ضربه تا آر به اضافه 2M به توان 2. خب حالا ما در اصل چی میخوایم؟ ما میخوایم ما آیزو جای آر رو داریم، منتها میخوایم مشتقشون رو حساب کنیم. خب اولا نگاه کنید بچه‌ها، مشتق اینا خیلی سخته، قبول دارید؟ ببینید الان مثلا خود همون آدو هم که تازه اولین جاییه که شما ازش بخواید مشتق بگیرید، متوجه اید آدو هم خیلی سخته مشتق گیری ازش. A4 رو نگاه کنید، مخرجش یه دفعه درجه 4 میشه، مثلا هر چی میره جلوتر خیلی وحشتناک میشه. پس یعنی من میخوام مشتق اینو حساب کنم، اما یه راه امیدی ما داریم، میدونید چیه؟ اینه که ما که نمیخوایم مشتق رو حساب کنیم کامل، که ما میخوایم مشتق رو تو نقطه صفر حساب کنیم. خب اینجا یه فرمولی توی جبر هست که به دادتون میرسه و کمکتون میکنه، که من اون فرمول براتون خواهم گفتش. خب حالا اگه میخواین عکس بگیرین تا من بگم که چجوری بدون اینکه زیاد دردسر بکشیم میتونیم مشتق این تا چیزای وحشتناک رو تو نقطه صفر محاسبهشون کنیم. توجه کنید بچه‌ها، الان A2MR رو نگاه کنید، مخرجش یه سری چیزاییه به توان 2. خب مثلا اولین جمله آر به اضافه 2 به توان 2، جمله بعدی آر به اضافه 4 به توان 2، آر به اضافه 6 به توان 2، آر به اضافه 8 به توان 2. خوشبختانه مخرج تمام ریشه‌هاش چی ان؟ تمام ریشه‌هاش حقیقی ان. و حالا من میگم که چیکار باید بکنید تا اینو پیداش کنید. خب من اجازه بدید حالا تو همین صفحه بگیم که حالا خیلی یه دفعه فاصله نیفته بین این مطلب. من همینجا میگم براتون. ببینید بچه‌ها، شما فرض کنید یه چند جمله f(x) دارید به این صورت: x منهای آلفا 1 به توان بتا 1، x منهای آلفا 2 به توان بتا 2 تا 3 نقطه x منهای آلفا n به توان بتا n. یعنی آلفا 1 آلفا 2 تا آلفا n ریشه های f(x) هن، تکرر یکی بتا 1 تکرر یکی بتا 2 تا تکررش بتا n. درسته؟ خب حالا شما بچه‌ها نگاه کنید، این فرمول خوبی که میگم اینه، اونی که میگم خیلی عالیه. ببینید بچه‌ها، f بیرین x تقسیم بر f x یه فرمول خوب داره، این شکلی میشه بتا، اینم احتمالاً به عنوان تمرین گذاشته کتاب دیگه. خب میشه بتا 1 به روی x منهای آلفا 1 به اضافه بتا 2 به روی x منهای آلفا 2 به اضافه 3 نقطه تا بتا n به روی x منهای آلفا n. درسته؟ اینجوری میشه. خب حالا نگاه کنید، A2M شما مخرجش شکلیه، مخرجش خب چیزای خوبی هن دیگه. درسته؟ یعنی همون آر به اضافه 2 به توان 2، آر به اضافه 4 به توان 2. یعنی آلفا آی های شما معلومن چی هن. مثلا آلفا 1 شما منفی 2، آلفا 2 تون چیه؟ منفی 4. درست شد؟ یا آلفا 3 تون چیه؟ منفی 6. درست شد؟ اینا معلومه. بتا آی ها هم که خوشبختانه همشون 2 هن. درست شد؟ بتا آی ها همشون 2 هستن. خب حالا تو این رابطه بچه‌ها نگاه کنید، مثلا الان تو همین رابطه عرض کنم به خدمت شما، اگر x رو 0 بذارید، چون گفتم شما مشتق رو در نقطه 0 نیاز دارید. خب یعنی تمام این مشکلات و به قولی بدبختی ها به خاطر اینه که شما میخواید اینو حساب کنید دیگه. درسته؟ اینی که هایلایت قرمز کردم همه چی اینه. خب من میگم دیگه سخت نیستش دیگه، با توجه به اینکه A2M همون پایین دارید و فرمش هم همین جوریه که گفتم. شما نگاه کنید بچه‌ها، الان اگر تو همین فرمولی که اینجا من براتون نوشتم x رو 0 بذارید، میشه f بیرین 0 تقسیم بر f 0 مساویه با چی؟ بتا 1 به منفی آلفا 1، بتا 2 به منفی آلفا 2. درسته؟ تا چی؟ تا بتا n به منفی آلفا n. خب بتا آی ها عددن، آلفا آی ها عددن، f 0 هم عدده. چرا؟ به خاطر اینکه A2M 0 عدده و خیلی هم راحته محاسبش دیگه.
پس هرچه شما اف پریم صفر رو یا به عبارتی آ2 ام پریم صفر رو میتونید چیکار کنید؟ راحت به دست بیارید بدون اینکه خیلی بخواید برید درگیر کارهای مشتق گیری و از اینجور حرفا بشید دیگه. درسته؟ خب میخواین اینجا رو عکس بگیرین تا من ادامه همین محاسبه رو براتون بنویسم. خب حالا همین کاری که گفتم و انجام بدین بچه‌ها اینطوری میشه آ2 ام پریم آر به آ2 ام آر میشه مساویه با منفی 2 به روی آر به اضافه 2 آر به اضافه 4 درست شد تا آر به اضافه اینجا من 2n نوشتم ولی 2n نوشتم ولی فکر میکنم اشتباه کردم باید این 2n باشه بچه. حالا انشالله مشکل نشه باشه. خب آره خب حالا شما بیاید آر رو صفر قرار بدید تو این رابطه بچه ها. الان آ2م پریم صفرتون میشه چی؟ میشه عرض کنم به خدمتتون که این میشه منفی 2 این میشه 1/2 به اضافه 1/4 به اضافه 3 نقطه تا 1 به روی 2m درست شد و اینم میشه آ2م صفر دیگه. بردمش اون از تو مخرج سمت چپ بردمش تو سمت راست ضربش کردم که خب حالا اینم اگر یه ذره قشنگ‌تر بنویسیمش این 2 رو اگه تو اینا ضرب کنید اینجوری میشه 1/1 به اضافه 1/2 تا چی؟ تا 1m. اینم میشه آ2م صفر دیگه. درسته؟ خب حالا اینم بچه‌ها با نماد HM نشون میدن تو ریاضیات. HM به اینا میگن سری هارمونیک. یعنی اگه جایی شنیدید میگن سری هارمونیک تعجب نکنید. یعنی جمع معکوس اعداد 1 1 1 2 تا 1 فلانم اسمشو HM میگن سری هارمونیک. خب پس یعنی الان شما میتونید بگید که آ2م پریم تو نقطه صفر میشه چی؟ میشه منفی HM ضرب داره. حالا اینو هی مکررن شما استفاده کنید کاربردش رو بنویسید. آره دیگه آره. خب بعد الان آ2م هم که آ2م تو نقطه صفر هم که بچه‌ها میتونید چیز کنید دیگه از همون روابط صفحه قبل جایگذاری کنید که این میشه منفی 1 به توان m آ صفر یعنی همشون بر اساس آ صفر بیان میشه 2 به توان 2m m فاکتوریل به توان 2 و اینم به ازای m مساوی 1 و 2 و 3 تا چیه؟ تا بی نهایت. پس در نتیجه شما اینجا جواب دومتون هم بچه‌ها میتونید چیکار کنید؟ به دست بیارید دیگه. پس ما الان کجای کاریم؟ ما الان آخرای معادله بسل مرتبه صفر هستیم. درست شد؟ آخرای معادله بسل مرتبه صفر هستیم و عرض کنم به خدمتتون که y2x مون چی میشه؟ میشه مساویه با حالا با یه نماد اینو j0 x در ln x نشون میده به اضافه این تیکش هم منفی 1 به توان m به اضافه 1 hm به روی 2 به توان 2m m فاکتوریل به توان 2 x به توان 2m m از 1 تا بی نهایت. این هم x تون چیه؟ مثبت. پس به این شکل این مسئله به اصطلاح چی میشه؟ حل میشه. خب عرض کنم به خدمتتون که بچه‌ها حالا چون که اینا دیگه خیلی سنگین تر میشه من فعلا برای امروز نمیخوام صحبت کنم، فقط من میخوام یه نظرسنجی ازتون بکنم. حالا امروز احتمالاً دیگه آخرین جلسه کلاسمون خواهد بود. فقط نکته‌ای که هستش اینه که یه 40-50 دقیقه دیگه توضیحی مونده که من حالا
بهتر دیدم حالا دیگه، حالا این 10 دقیقه مونده یه رو به کلاسم چون نمیرسید اونو بخوام کاملش کنم. من خواستم این سوالی ازتون بپرسم، ما چون به هر حال کلاسای میدونید دیگه تقویم کلاسای جبرانی داره دیگه تو تقویم ترم، یعنی این هفته و هفته بعد کلاسای جبرانیه. البته من که حالا میگم 40-50 دقیقه بیشتر زمان نمیبره. میخوام ببینم شما پیشنهادتون اینه که ما مثلا همون دوشنبه یه کلاس آنلاین بذاریم، یا اینکه من مطلبی رو به صورت آفلاین این چیزی که مونده بیان کنم براتون توی CW بذارم؟ پیشنهادتون چیه؟ آفلاین بشه؟ خب حالا اگه رأی بدین که خب البته بچه‌ها یه چیزی بگم، البته ولی نمیگم که شما نظرتون رو عوض کنید، شما نظرتون رو بدید. ای وای چرا همه نصف جواباتون ببینید آفلاین برای من خیلی سخته، اصلا باور نمیکنید که شما چقدر آفلاین سخته. مثلا من یادم اولین ترمی که کرونا شد 2 سال پیش کلاس آفلاین بود، بیچاره شدم، یعنی هر جلسه کلاس مثلا 1 ساعته 4 ساعت از من وقت می‌برد، چون یه سری حساسیت هایی دارم توی آماده سازی و اینا، خیلی خلاصه سخت میشه. ولی الان من نفهمیدم بالاخره شما چرا دارید اینجوری رأی میدید الان؟ چجوری میشه اینجا چیز رأیگیری داره اینجا بچه‌ها؟ آیا احمدی اینجا رأیگیری داره تو این سامانه؟ نه استاد پلتفرم مشخصی نیست، ولی خب آها. حالا میخواین داخل CW هم میتونید قرار بدید یک رأیگیری ها توی خود همون قسمت تجمیعی که ببینید مثلا بچه ها رأی میدن یا نه، اونجا میشه. ولی خب اینجا هم به قول بچه ها میشه با شمردن دستم رفت. 47 نفریم دیگه، تعداد حاضرین کمه سر کلاس، یعنی اکثرا خب خودشون ضبط شده میبینن بچه ها. حالا فرق درسته بقیه درس درسته. کسایی که هستن حالا میتونن همینجا به قول خب اونایی که میگن آنلاین باشه دستشون بالا پس. خب آقای احمدی چجوری بشماریم دستاشونو؟ بذارید استاد من الان، یعنی چیزی که مهمه اینه که نصف بیشتره یا کمتره، میدونی؟ بله من الان میشم. اه، 24 نفر گفتن که چیز باشه، آنلاین باشه، چیزی که من شمردم الان از پایین اومدم بالا. درسته. دقیقا نصف راست میگم بچه بود. حالا یه نفر رفت بیرون از کلاس، شدیم 46 نفر، 24 23 مثلا 24 22 حالا شد، قبلش چیز بود. بله خب چیکار کنیم آقای احمدی؟ من نمیدونم والا اصلا، هر کدوم که خودتون راحت ترید والا دیگه. به هر حال ببین راستش من هیچ کدومش راحت نیستم به من باشه دیگه نمیخوام درس بدم، ولی خب نکته اینه که خب بالاخره باید تموم بشه دیگه. میگم یه سکشن دیگه مونده از این، برای همین باید انجامش بدم. آره خب باشه، حالا ایشالله پس باشه، حالا همون آنلاین تشکیل میدیم دیگه. حالا فیلمش هم که دیگه اگر یه کسی بتونه زحمت بکشه که کسایی که یه وقت نمیتونن، حالا نمیدونم اون CW که ضبط میکنه کلاس ما رو کجا قرار میده، من اصلا خبر ندارم راستش، ولی اگر بتونین که خوبه دیگه. یکی زحمت بکشه اون روز بچه آنلاین تشکیل میدیم ضبط کنه، چون میگم فکر نمی کنم مثلا آنلاین هم میگم فکر میکنم مثلا 40 دقیقه مثلا اینا تمام بشه کلاس گوش میدید، یعنی آنلاینش همینجوریه. ولی خب حالا من آنلاین تشکیل میدم که دیگه حالا آفلاینش هم بالاخره باقی میمونه دیگه. آنلاین تشکیل بدیم هر دو تا هدف حاصل میشه، خوبیش اینه. بسیار خوب بچه‌ها خسته نباشید، حالا دیگه امروز فکر میکنم کافیه. خب زنده باشید، شما هم خسته نباشید، ممنونم، زنده باشید همه، خداحافظ.